سوستان عزیز حاجی صدامو گرفت. سوستان عزیز حاجی که من همین فنا هستم و خیلی همون اینجا بزن. امروز خیلی بچه‌ها دلم دیفندر نمیخوای نداره واقعا داره. دیفندر بده من اون مدیک جدیده رو برد. من تو جابجایی دیفندر رو داشتم همه چیز اوکی می‌کردم. ایونت کافی بازارم برگردیم از فردا سیزن جدید. چون من 20 روز بازی نکردم. یعنی حتی اون ویدیویی هم که آخرین ویدیوی چنل منو که دیدید مثلا میبینید مال یه هفته قبل من 20 روز بازی نکردم. یعنی انقدر دلم واسه کار تنگ شده بودم، شما تنگ شده بود، دورتون بگردم. خیلی بچه‌ها اصلا یه وضعیتی اومدم گیم دیدم حاجی آپدیت داده حال خودم و بعد میدونید دیگه اصلا میگم شما اصلا 3 روز یهو بازی نکنید میبینید حالتون یه جوریه، دستتون نمیشینه رو بازی. بعد از 20 روز حاجی پشمام ریخته بود. یعنی نوب سگ الان خودتون میبینید هنوز زدی وایسا ای من بچه دیگه ریز دیگه ریز سگ. فقط نمیدونم من این مچ چجوری تو کاستوم رومی که بچه ریوال الان خیلی چیزا میخوام توضیح بدم ویدیو تا آخر ببینید. فقط نمیدونم تو این کاستوم روم بچه من چجوری 44 تا کیل زدم. یعنی خود من موندم گفتم سبحان الله من خودم نوب شدم ولی چیت روی انگشتان داغشمینتون خودکار اون فعال میشون. بچه‌ها چقدر خوب شده بازی نظرم. نمیدونم نظر شما چیه؟ چقدر به نظرم شما برین یه جا دیگه ما اینجا رو جمع کنیم بیاید. چقدر بچه‌ها خوب شده بازیش. برین همه میان اونجا. وای با حرف زدن بعد 15 میلیون چند تا چیز غیر ممکن شده تو این بازی. یکی سوپرمن بودن، یعنی حتی ممکنه بهترین پلیر باشی بری داخل یه اسکواد 3 نفرشون رو بزنی اون 3 نفر 15 ثانیه بعد بیان نایفت کنن. در این حد این مثلا یعنی سولو اسکواد آخاجی صدام گرفته بچه سولو اسکواد کردن تقریبا نمیگم غیر ممکن ولی واقعا خیلی سخت شده سولو اسکواد زدن. بچه خیلی از باگ ها مونده. یعنی این سیزنیه که بچه واقعا میگم تمامی رکوردهای کیل شکسته میشه. یعنی که از کیل شخصی که کیل تیمی ما ببین بچه رکورد گروهی تیم ما 98 تا کیل بود. ما تو همین مچ 96 تا کیل زدیم مجموع با بچه ها 96 تا. یعنی این مچ 130 تا هم میشه زد تیمی 130 140. پس این رکورد شکسته میشه. اونم بچه‌ها به خاطر ریوایو. یعنی انمی بیشتر هر مثلا اینو که الان من زدم 15 ثانیه بعد دوباره میاد اینجا میزنه. چی میگم؟ رضا بیا تو خونه یه سری استراتژی‌ها بچه‌ها کلا باید تغییر بکنه تو بازی کردنتون. هنوز خودم هم نفهمیدم خدا سرشاده. یعنی هر کی دیگه بود میومد میگه مای گاد من استراتژی راشر اینو نه از این چیزا نه داشت. خیلی نوب شدم 20 روز بازی نکردم دورتون بگردم. یعنی انقدر دلم صدا جک 12 مریض شدم افتاده بودم. همین الانم صدام گرفته ولی گفتم بابا حاجی بچه‌ها منتظر رو تمام داغشمین کجای داغشمین بیاد بزنیم تو سر کله هم دیگه. گفتم آقا فایده نداره دیگه ما بلند میشیم خدا هم خودش میرسونه بلند میکنه از این مریضی مسخره. داداشم بودو ببینم 4 تا کیلو اصلا واقعا نمیدونم چه جوری زدم. یه سری گانا خیلی خوب شدن یه سری گانا ببین بچه‌ها کانال دنبال بکنید. خب من به مدت 10 روز پشت سر هم ویدیو آموزشی داریم سیزن جدید. واقعا باید جاش بندازم خیلی فرق کرده. یعنی شاید بگی بازی همونه فایت همونه ولی واقعا همه چیزش عوض شده. باید هر چقدر سریعتر هم خودم و هم شما رو آپدیت بکنم تو این موضوع. یعنی میگم سر ریوایو واقعا بچه‌ها یه سری نکات باید رعایت بکنی و هر بار که بیاید زمین با نایف چیکار بکنی. خیلی چیزا بچه‌ها گانا مثلا میگم فنک خیلی قوی شده. چیزی که من دیدم بیوای زمین از بیوای دراپ واقعا قوی تر شده. بیوای زمین واقعا بچه‌ها سوپرمنی داره میزنه. و از همه مهمتر چند روز دیگه بچه‌ها یک 12 میاد. پیستون هم چقدر قوی شده رضا. خب این مریضم به خدا. یعنی 4 تا درست دماغم روشن می‌کنم در این حد.
بچه‌ها بیایید خدای انرژی این همش میاد فیلم میده میره. لایک ویدیو مخصوصا یه لایک بزن یوتیوب بدونه که قوی برگشتیم یا بدون قوی برگشتیم که نگاه کنید اوکیش بکنه یوتیوب من بشینم فقط ویدیو بزنم. در مورد استریم هم بچه‌ها بگم دارم بک‌گراند جدید رو اوکی می‌کنم اینم دیگه تهش مثلا میگم بیا حالا تا یه هفته دستم رو گرم بکنم یه بک‌گراند خوشگل مشکل بزنم یه چند تا ویدیو بذارم یکم هر روز با هم کاستوم روم بزنیم حالا لینک کاستوم‌ها رو بچه‌ها لینک کانال تلشون میذارم هم خودم کاستوم میذارم بچه‌ها بیاید که دیگه اوکیش بکنیم دیگه بچه‌ها پیش میاد واقعا حاجی جابجایی واقعا سخت بود من خسته کوفته یعنی خسته بودم واقعا خدا دیگه تموم بشه من برگردم سر کاربارم تا تموم شد زارت مریض شدیم صبح بخیر بچه‌ها مال تغییر فصل مال ویروسه خیلی بدبختیه دیگه همچین چیزایی هست حالا میبینید دیگه داغ‌شمینتون 20 روز نیست دیگه عصبانی نشید دیگه داغ‌شمینتون بیاد به خدا از هر فرصتی استفاده می‌کنم حقیقت بشینم گیم بزنم چون آخاجی پلیسی گرفتمش ناموسن داغ‌شمینتون قبل از اینکه بیاد در کال آف دیوتی موبایل راننده شوماخر فرمول 1 در جی تی آی 5 اینجا سر کنم سنتراس آجی این گلوه نگاه کن ماشینی که تو گلوه و هر آن ممکنه بزنید 2 تا 3 تا تا اینجا تا بچه 16 خیلی راحت خودم هم نمیدونم چی شد واقعا ولی اواخر بازی بچه ها ترکوندم تک بزن و یه چیز خیلی جالب بچه ها براتون بخوام بگم این بودش که یا اول بچه ها برقامون رفت ساعت 12 ظهر برقامون رفت اینترنت بچه ها برقام میره اینترنت کلن ضعیف میشه همین الان نمیم برقامون رفت حداقل ساعت 12 دیگه تا ساعت 2 نمیاد خوب آیپد هم شارژ حداقل دور آماده بکنم برای این روزالین باز حاجی واقعا فشاریم کرده اداره وقت اصلا نمیگه کی برقا رو میخواد قطع بکنه تق میزنه قطع میکنه هر موقع عشقش بخواد برقا رو میزنه بعد بچه‌ها یه چیز جالب تو این ویدیو بود اینکه کلاس اصلی هم نبود مدیک چقدر خوب شده واقعا بهش شده یعنی یه کلاسیه که بخوای باهاش قشنگ بود بعد میدونی چرا بچه تو جاهای شلوغ آرمور خیلی کمه نمیاد مثلا فرصت آرمور زدنم نداری یو مثلا 3 نفر رو میزنی با کلت میپرن مدیک کارو در میاره بچه خیلی رو مدیک سرمایه ویدیوهای خیلی دقیق تری میسازم مثلا بچه تو فایت این مدیک آنچنان کمک میکنه بهت که این بات نمیکنه پس چه وان شاتی زدم داداش تا اینجای کار 22 کیل بریم جلوتر سراغ بعدی های انیمی بیایم داداش فرار نکنید کیل میخوام تا 44 تا کیل خیلی موندنم بچه ها میگه همینجوری گفته این 23 تا نهتن 10 تا دیگه میخوای بزنی 33 تا پس 44 تا از کجا میاد بچه خلاصه یه سری ویدیو آموزشی میخوام اوکی بکنم میدونم خیلی هاتون بیشتر دوست دارید ویدیو فان باشه طور باشه ولی خب راهی باید اول سطح زیر سازی بشه بعد بریم سراغ بازی داداشم بیا اینجا حاجی دلم واقعا دارم گیم پلی میبینم دلم بازی این ویدیو یعنی مال پری روزه رفتم سرم بزن این کارو بکن اون ور داداشم خودو ببینم بچه ها سطح واقعی این ویدیو از موقعی شروع میشه که برمیگردم به دیو بیشن یکی از دوستامونه افتادم دنبالش نایفشم آرمور زد حاجی من فکر کردم آرمور دو تا تیر بهش زدم دمیجش کنم برم نایفش بکنم دیدم وای کشته شد بودو ببینم اصلا داخش امین با مدیک رنگی کار در اونجا که منو بلند کردی اینجا این سیزن مدیک نینجا خوب بود دیفندرش خیلی بهتر شده خیلی چیزا بچه واقعا بازی رو دارم بگینش میکنم یعنی تا اینجای کار من خیلی خوشحالم از این سطح گیم ویدیو رو ولی بچه واقعا پیشنهاد کنم تا آخر ببینید شاید من میگم 1 دقیقه آخرش هم خاطر گلوم واقعا میخوام اوج لذت یا چی تو با کاتانا افتادی پشت سر من هم اوج لذت رو میخوام بچه از بازی ببرید چون واقعا میگم یک سطح دیگه بود هنوز سمترات شده بیچاردنه داریم میدونی 4 تا کیل بچه برید ببینید بیاید دوستتون دارم این فاس سوارت نارزم یه سوارش شد برو بیدم
تک نمیشه رفت. زیپلاینه کو این وره بریم حاجی من تو زون افتادم. رو زیپلاین هست. منم سوارت کنم. حاجی بیا بریم امین ده خیلی شیر تو شیر میشه. به پایت دیگه هم نمیایی ما 44 نفر زنده هم. اوه من از شما دورم که بابا این دوبار ما رو زد. تو فقط بودو این چجوری اومد؟ تو چجوری اومد بالا؟ تو چجوری اومدی؟ میخواستم سوارش کنم. چه اینو بگی همین پینو برده شاتگان داریم. بچه اینجا رو ببینید خدایی میگم مدیش من نجات داد از این فایت. طرف سفید مفید داشت یه شات میزد کل وست ما میرفت. 3 شات من بزنم تا آخرم هدشات شد. واقعا بچه به کار میاد مدیش استفاده همین نیفتی دوستتون دارم. یه چشم بدون من دیگه اوکی نفنم. اوه یکی اون بالا اسنایپ داریم زن نخورید کی بالا واسه یکم این بالا من بزنم. یادم ایجی امورزا ماشاءالله دیتا بچست همون گوشه چیریک بود پشم ریخ. ای پایین هم رزا نمیمیری تو تکت اومد پایین نمیمیرم. یکی با امین میفرنه اونجا. فکر کنم آخری روزالی مونده. آخ آخریات آره روزالی کم کرده فایت نمیده مونده آخر سر باشه. مرگ آرام آموز زدنم. آخ یه کابری من آمده. بچه واقعا مرسی که تا اینجا دیدید. برقای داغشمیتون هم رفته نمیدم امروز ساعت روزالی سعی میکنم همین الان آپلودش بکنم. یه چیزی میکنم برق نداریم این در بچه تو ساعت 3 ولی از این به بعد بچه ویدیومون هر روز چه ساعتی باشه نمیدونم بچه جدی میگم ساعتش رو بچه برام کامنت بکنید تا یه ساعت تصویب بکنیم ویدیو فقط سر اون ساعت بره بالا. خیلی بچه‌ها دوستتون دارم مرسی که تا اینجا من همراه بودید. 44 تا کیل حلالتون که میاد میگه داغشمیدم چند خود صبر کن میگم میزنم دیگه بچه‌ها 44 تا کیل حلالتون میدونم بچه‌ها ایمم خیلی بد جا داشتم موومنتام ضعیف شده 20 روز بازی نکردم آجی. دوباره هر چه سریعتر سطر رو آپلود و دانلودش میکنیم حاجی هر چقدر میزدم این داداشمون نایف نمیشد. بعد داشت یه سوال این چجوری وستش پرش از داداش برو بینم بچه خیلی سونا خیلی اسم خودتون باشید میدمتون فعلا عالی ماشاءالله جیجی ماشاءالله